شربتی مرگت چو می باید چشید، مرگ را درمان کجا آید پدید؟ گرد مردن بر رخم بنشسته است، سر قدم بر زمین گردیده پست. 7 روزی چون برآمد ناگهان، صورتی آمد پدید از آسمان. صورتی دیدم که او را 4 دست، 4 رویش بود و اکنون نیز هست. دست رویش آتشی افروخته، دست رویش بود خشم انگیخته. دست رویش بود چون خورشید و ماه، دست رویش بود چون ظلمت سیاه. روی آتش را به سوی من نمود، دست آتش را به سوی من کشود. آتشی بر جانم از دستش فتاد، آن زمان جانم کشاکش برنهاد. جنگلی و همچو چنگال پلنگ، جنگلی و همچو بر من میفکند. میکشید از ناخن من تا میان، یا نبی الله چه گویم شرح آن؟ گشته بودم آن زمان بی پا و سر، بود 100 شمشیر نیزم بر جگر. گر زبانم لال نبودی آن زمان، نره میرفتی مرا تا آسمان. زان همه فرزند و از خویش و تبار، آن همه گنج و سپاه و کاربار. هیچ کس بر من نخشنود آن زمان، هیچ کس چاره ندیدم در زمان. پس به 100 زاری و 100 جبر و جفا، جانم از تن بود آن کون وفا. چون درختی عمر من در هم شکست، دست همت راه انفاسم ببست. جان شیرین را بدادم دریغ، گشت پنهان آفتابم زیر میغ. عیسی مریم بگفت ای جمجمه، حال گورت را بگو با من همه. تا چی بود در گور با تو سرگذشت، حول آن منکر نکیرت چون گذشت. از عذابی قبر از بیمت شمار، تا چی دیدی اندر آن دارالقرار. چشم پوشیدم از این دنیای دون، سوی مرقد کرد ما را رهنمون. ساختن بر مرکبی چوبین روان، سوی گورستان بردندم دوان. چون مرا اندر لحد انداختند، بر سری قبرم عمارت ساختند. عالمی دیدم همه زاری کنان، یار و لشکر جمله از پیر و جوان. ناگهان بشکافتند گور آن زمان، پیش من آمد 2 شخصی پهلوان. 2 فرشته بود آنجا در کمین، هر یکی با یک عمودی آتشین. طلعتیشان سیاه اندود بود، هر یکی مانند کوه احد. هر یکی بودی دهان سر به سر، از زمینی گورشان تا فرق سر. آتشی جست از دهانشان آن زمان، دود از بینی روان شد روزنان. هر یکی را چشمها چون مشتری، سبز و ازرق بود بر آنها سری. هر یکی را یک عمودی آتشین بود، با خود بشنوی مرد گزین.
طلعتی ایشان بدیدم اینچنان برکشیدم نعره و آه و فغان همچورت آواز خود برداشتند هیبتی بر من قوی بگذاشتند وانگهی پیشم به پا برخاستند هر یکی از من حکایت ساختند گفت ربت کیست دینت را بگو وانگهی راه یقینت را بجو کیست پیغمبر تو را در روزگار چون بگویی گردی از ما رستگار آهم آمدی اندر دهان من ندانستم چی گویم ترجمان نی خدا دانستم نی دین داشتم نی رهی پیغمبری بگذاشتم چون ندانستم جوابی هر دوشان ضربتی بر من زدندی آن زمان از عمودی سخت بر فرقم چنان ریزه شد مانند خاکم استخوان کور و کر بودی ز صنعی کرد و کار صنع او را می نکردی آشکار این بگفت و زد عمودی دیگرم تا به قعر دوزخ افکندی سرم در میان آتش افکندن مرا چاره هرگز نبود آن دم مرا